اینها را به شما میگردانم. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم که درباره عده زنها ترکه و بعد چهارم زن باز نکاح ممکن نیست گپ زنید، زیرا مردم این فرضهای خدا را سهل میشمارند. یعنی برادرای عزیز، این موضوع خیلی موضوع مهم است. موضوع عده خیلی موضوع مهمی هست. عده گفته مهلت میگن. زنهایی را که اگر ما و شما طلاق میدهیم، اگر زنی جوان باشد که حیض میدیدگی باشد، یعنی خون میدیدگی باشد، وای تا اگر 3 حیض نبیند، نکاح کردن او و او را با یک مرد دیگر بزنی قبول کردنش تماما جایز نیست. کسی که اگر در مدت همون حیض، یعنی بعد طلاق کردن مرد، اگر از همین روز مرد طلاقش کرد، 3 حیض اون زن نگاه میکند. از همین 3 حیض که پاک شد، میتواند که چکار کند؟ میتواند که کلام خواستگاری که به سر او بیاید نکاح کرده و زندگی کند. و الا در همین مدت عده، اگر در همین مدت 3 حیض ناگذشته 1 روز است، نیم روز است یا 1 ماه گذشت، اگر نکاح کرده گرفت، خانه وی حرام است. فرزندای او همه ولد زنا هستند. اینا در شما اهمیت بتین. در تمام خانه ما و شما این واقعه ها رخ میدهد. باید که کار کنین. دختری که حیض میبیند 3 حیض بعد میتواند شوهر کند. اگر مردی که از دنیا میگذرد، زنی وی کی میتواند شوهر کند؟ بعد 4 ماه و 10 روز. 4 ماه و 10 روز که گذشت، عده مردی که زنی که شوهرش مرده باشد 4 ماه و 10 روز است. خب عده زنهایی که پیرانسال هستند، یعنی تماما اونها عده یعنی حیض نمیبینند. از 50 بالا که شد زن، در کتاب ها میگد دیگر حیض نمیبینند، خون نمیبینند. اینها را وقت شوهرهاشون طلاق داد، یا اینکه اینها خواستن که اگر شوهر کنند 3 ماه نگاه میکنن، شوهر میکنند. اگر در همین مدت هایی که برای شما معین کردم و عیان کردم، اگر پیش از این قدامش نکاح میکند، وای خانهش حرام است. فرزندی که تولد میکند وای ولد زنا به حساب میرود. اینا شما گوش اندازین. دویم ترکه اصلا فرض است. ما و شما هیچ به این عمل نمیکنیم. همان روزی که مرد است یا زن است، هر دو ترکه میشوند. زن هم ترکه دارد، مرد هم ترکه دارد. این فرض است. همان روز جنازه باید که ترکه کرده شود. ما مردم 1 هفته میگذرونیم، بعدا بعد داملا میکویم که ترکه کنند. ترکه همون روز اول است. حتی در کتاب ها میگن که از همان حق مرد، همان مردی که وفات میکند یا زنی که وفات میکند، باید حق کفنش و حق مردش و حق گرکن همه از حساب همون مرد باشد یا از حساب همون زن باشد. در حالت ترکه این معین میشود. اینا شما کاری کنین که همون پیشوایی که در محله دارین، همون روز اول کاری کنین که همین کار به انجام برسونین. این فرض است. اگر ترکش کنین شما گناهگار میشین. طریقه این است که همون مال پدر و مادر معین میشه در بین همه فرزندها که پدرم چند قدر مال داشته بوده است، مادرم چند قدر مال داشته باشد، با دختر و با فرزندهای او چند قدری میرسد. اینجا همه شما آگاه میشین. این خاصیت خیلی خوب دارد. و نکاح کردن بعد 4 زن جایز نیست گفتگی. یعنی خداوند در قرآن میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. هر یک مرد حق دارد که در نکاح خود 1 زن، 2 زن، 3 زن، 4 زن داخل کند. هر مرد این حق دارد. این خدا برای ما و شما فرمایش داده است. بعد 4 زن هیچ کدام ما و شما نمیتونیم که 5م زن را در نکاح خود درآوریم. یا بعض سوسته های هست که 4مش خلیفه میکنیم و بعد 5مش میگیریم. اینا ممکن نیستند. 5مش وقتی تو نکاح میکنی و این نکاح نمیشود و حکم زنا را دارد. در حالت تو 4م میتونی که 3م یا 2م یکی از این 4 تا را تو طلاق میدهی.
بعد میتونی که زن چهارم در نکاح خود دراری. لیکن آیت خداوند در دوام همین آیت چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جوانای عزیز، خداوند این 4 زن و 3 زن و 2 زن برای آن کسانی امر کرده است که آنها از عهده زندگی میبرایند. اونا تمام تعیینات این زنها را از عهدهش میبرایند. برای این از خدا میگه اگر شما خوف برین که من 2 زنگی و 3 زنگی و 4 زنگی را کردن نمیتونم، فواحدتا، خدا میگه به یک تش کفایت کن. اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر گفتند کدام مردی که 2 زنه است یا 3 زنه است یا 4 زنه است، در بین اینها عدالت جاری کردن نمیتواند و روز قیامت از زن برای زیباگیش و برای شهوت در نکاح نداره. اگر تو اونقدر جوان مرد هستی و اگر تو مثال کاری ثواب کار باشی، پیغمبر خدا بجز یک دختری باکره دیگر هیچ زنی باکره نگرفتن. پیروی پیغمبر رو چه امروز بیوه ها هستند، کودکدار هستند، برای تربیه اونها مرحمت در نکاح بدار. اگر خاطری تو مثال برای شهوت نباشد، در حق آنهایی که در مسجد سهم گذاری کردن دعا میکنیم. اینجا جمعه پیشین که اعلان کرده بودیم، برادرمان محمد جان که از همین نزدیکی زندگی میکنند 100 سامانی و برادر حبیب الله که روغن میفروشند در بازار 50 سامانی، برادر حاجی خالو 2 کوب تخته آوردن و دیگر خدمت ها هم از اون جمعه تا این جمعه رسید. خدای مهربان ما دستی به دعا برداشتیم. این بندگانی که برای آبادانی مسجدی تو، برای آبادانی این قوم جمع مسلمان که دست یاری دراز میکنن، خدای عمر دراز و تنی صحت و خاطری جمع نصیبشان بگردان. از کل آفتهای زمینی و آسمانی خدا در حفظ امانش نگه بدارد. آمین و رب العالمین. خداوند این حاجی خالفم برکت دهد که خیلی خدمت